سلام. مراحل آموزش نوبتگیری از روی بنر اوکار. QR کد خوان یا اسکنر گوشیتون رو باز کرده و روی QR کد پایین بنر کلیک میکنی. نرم افزار رو به صورت مستقیم بارگیری کرده و دانلود میکنیم. مراحل نصب رو انجام میدیم. بعد از اینکه نصب شد روی شهر مورد نظرمون کلیک میکنیم. اسم شهرمون رو مینویسیم. کلیک کرده و خدماتی که میخوایم چه کار باشه بقیه خدمات روی اون کلیک کرده و اون ساعتی که میخوایم ما نوبت بگیریم و انتخاب میکنیم. از کیف پولمون که 50 تومن رایگان به ما هدیه میده میتونیم ما به صورت مستقیم نوبتمون رو بگیریم. بعد از اینکه ما نوبت گرفتیم یک پیامک حاوی اطلاعات نوبت برامون ارسال میشه که ما میتونیم از طریق منوی پایین که نوبت‌های من هستش تمام نوبت‌هایی رو که گرفتیم رو مشاهده کنیم.